وام 100 میلیونی بدون ضامن 60 ماهه بانک ملت. 0 تا 100 این وامو دریافتشو میخوام بهتون الان بگم. این وام 10 برابر میانگین 3 ماه آخر حسابتون رو بهتون وام میده. ضامن نمیخواد، باز پرداخت 60 ماهه هستش، سودش 23% و کل پروسش به صورت آنلاینه. حالا بریم ببینیم چجوری این وامو دریافت کنیم. وارد سایت بانک ملت میشیم، روی بانکداری اینترنتی میزنیم، این صفحه براتون میاد. شناسه مشتری و رمز ورودی که از بانک گرفتین رو اینجا وارد میکنید و روی ارسال پیامک میزنید و کد ارسال شده رو وارد میکنید و گزینه ورود رو میزنید، وارد سایت میشید. روی فرابانک ملت تسهیلات غیر حضوری میزنید، ثبت درخواست جدید رو انتخاب میکنید. اینجا یک سری توضیح براتون نوشته، میخونید، میاید پایین صفحه اون تیک شرایط و مقررات رو میزنید و تایید رو انتخاب میکنید. میرید گام بعدی، اینجا نوع تسهیلات رو بهانه انتخاب میکنید، شماره حسابتون رو مشخص میکنید، باید یک استعلام از رتبه بانکیتون بگیرید. با اخذ استعلام موافقم رو میزنید و استعلامتون گرفته میشه. اینجا هم شماره حسابتون رو مشخص میکنید و میرید گام بعدی. توی این قسمت خالص دریافتی بر اساس فیش حقوقیتون رو وارد میکنید و اینجا بر اساس درآمدی که زدید میگه چقدر میتونید قسط پرداخت کنید. صحت اطلاعات رو میزنید و وارد گام بعدی میشید. توی این قسمت مبلغ وامی که بهتون تعلق میگیره رو انتخاب میکنید و تعداد اقساطتون رو مشخص میکنید. نرخ سودتون رو انتخاب میکنید و دوره سپرده‌گذاری رو روی 90 روزه میذارید و اون تیک انتخاب رو میزنید و وارد گام بعدی میشید. حالا اینجا فیش حقوقی و هر اسناد درآمدی که دارید رو بارگذاری میکنید و کد پستیتون رو وارد میکنید. وارد گام بعدی میشید و درخواست شما ثبت میشه. تا حدود 2 روز براتون پیامک میاد که مدارکتون تایید شده یا نه. بعد از بانک بهتون زنگ میزنن، کد و رمز عبور سایت تامین اجتماعیتون رو برای چک کردن ازتون میگیرن و اگر تایید شد وام شما طی 1 روز براتون واریز میشه. اگر فیش حقوقی نداری، برای اینکه بدونی چه اسناد درآمدی رو وارد کنید که تایید بشه، زیر پست هر کامنتی بذارید برات راهش رو میفرستم.